با وجود اون که کرمل از پیش اعلام کرده بود که در جریان سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بین مسکو و دوشنبه قراردادهای مهم به امضا میرسند، از گزارش‌های رسمی هر دو جانب برمیآید در جامدان این سفر متاسفانه یگان قرارداد مهم به امضا رسیده نیست و این سفر طوری به نظر میرسد بیشتر با پذیرایی پرزیدنت تاجیکستان از سوی همتای روسش ولادیمیر پوتین در بزرگترین تالار کرمل، تالار سبز، تقدیم اردن برای خدمت به وطن درجه 3 به امامعلی رحمان و پوتین را با سفر جوابی به تاجیکستان دعوت کردن او در یاد میماند. از این همه بخصوص از دعوت پوتین به تاجیکستان معلوم می شود که بازدید امامعلی رحمان از کرمل بیشتر خصوصیت سیاسی داشت تا مسکو به جامعه جهانی نشان بدهد که پوتین چندان در انزوای مطلق قرار ندارد و برخی سران کشورها به دیدار او میآیند و او را هم به مهمانی به کشورهای خود دعوت میکنند. ظاهرا در دوشنبه نیستن و به خاطر آنکه شریک استراتژی نرنجد به این سفر صرف نمایشی و تقریبا بی‌وصل روزی شدند. بقیده ناظران برای تاجیکستان که بیش از 1 میلیون شهروندش در روسیه در مهاجرتند از خود خوش و راضی نگاه داشتن کرمل و شخصا خود پوتین که بعد جنگ ضد اوکراین خود را در انزوا حس کرده خیلی عصبانی است، به صورت خود دستاوری اندک نیست. بنا به اطلاع رسمی تاجیکستان و روسیه در انجام مذاکرات پرزیدنت‌های دو کشور ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان 8 سند به امضا رسانیدند که از این شمار 4 سندش در سطح یادداشت تفاهم یعنی خصوصیت نیت طرف است، 2 تای دیگرش نقشه همکاری وزارتخانه‌ها و تنها 2 سندش سازشنامه نهایی، ولی آنها نیز در مسائل نه چندان مهم و تقدیرساز چون سازشنامه مقامات گمرکی دو کشور پیرامون اعتراف طرفین مقامات تنظیمگران وکالتدار اقتصادی و سازشنامه بین اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و مرکز ملی تحقیقات اینستیتوت کورچاتوف فدراسیون روسیه اوید به همکاری‌های علمی و تکنیکی. ناآمادگی کرمل به سفر امامعلی رحمان در سخنرانی پوتین نیز حس می‌شد، چون که او دیگر باره ارقام آمار سال گذشته را برشمرد که حجم تجارتی دو کشور در سال 2022 به حد 24% افزود و به 1 میلیارد دلار رسید و صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به روسیه سال گذشته 82% افزود. پوتین هم چنین طرح‌های گونه‌ای چون بنیاد 5 مکتب روسی در تاجیکستان، فرستادن 72 آموزگار روسی و نیروگاه 15 سال پیش ساخته شده سنگتوده را بار دیگر همچون نمونه‌های همکاری دو کشور برشمرد، ولی درباره تجارت دو کشور در سال 2023 یگان رقم نآورد. او تنها از آن اظهار قناعتمندی کرد که 83% تجارت بین روسیه و تاجیکستان حالا با روبل صورت میگیرد. یک موضوع برای تاجیکستان ایوتن مهمه که همه چشم برای مطرح شدنش در منتظر رحمان و پوتین در کرمل بودند مشکلات مهاجران تاجیک بود که در این اواخر به موج معرکه‌های نو فشار و ایجاد محدودیت‌های نو به نو دچار شدند. پوتین در اظهاراتش در پی مذاکرات با پرزیدنت تاجیکستان موضوع مهاجرت را به قول معروف یک گفت و گذشت. در روسیه نزدیک 1 میلیون تا بیش از 1 میلیون از تاجیکستانی‌ها کار می‌کنند. آنها در ساحه‌های گوناگون مشغول کار بوده به رشد اقتصاد روسیه سهمی بزرگ می‌گذارند. این هم مهم است که پول‌های فرستاده آنها یک تکیه مهم برای اقتصاد تاجیکستان نیز است. تاکید میکنم که مقامات ما کوشش میکنند تا تاجیکستانی‌ها را در روسیه با شرایط کار و حمایت اجتماعی شایسته تامین کنند. امامعلی رحمان در اظهاراتش بعد ملاقات با پوتین مسئله مهاجران را ذکر نکرد، ولی خدمات مطبوعاتیش خبر داد که در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با سروزیر روسیه میخائیل میشوستین که روز 21 نوامبر در مسکو دایر شد، جانبها همچنین اوید به مسئله‌های مهاجرت مهنتی و دیگر موضوعهای مورد توجه گفتگوی سودمند انجام دادند. به صورت عموم طوری به نظر می رسد پوتین از اینکه امامعلی رحمان سخن او را رد نکرده و به مسکو آمد خوش و راضی است. این از لحن گرم صحبت‌های او در دیدار با پرزیدنت تاجیکستان خوب احساس می شد. همچنین در تامین ثبات و امنیت منطقه با اردن برای خدمت به وطن درجه 3 قدردانی کرد. این نیز بیانگر تا چه اندازه خوش و راضی بودن کرمل از این اقدام دوستانه شریک استراتژی‌شان است. ناظران امور میگویند به ویژه بعد جنگ ضد اوکراین عصبانیت کرمل و خود پوتین نسبت به کشورهایی که در مسکو منطقه نفوذ سنتی خود میشمارند
برجسته‌تر شده است و مثال اخیرش رو در نمونه ارمنستان دیدیم که چگونه در یک شب از تمام قره باغ محروم شد. به این دلیل می افزایند اهل نظر برای تاجیکستان که بیش از 1,000,000 شهروند قابل کارش در روسیه کار و زندگی میکند، از خود خوش و راضی نگاه داشتن کرمل و شخصا خود پوتین بر سر خود یک دستاورد مهم است که آن را میتوان همچون نتیجه اساسی این سفر بظاهر کموصل امامعلی رحمان به مسکو نامید.